دوستان سلام، وقت همگی بخیر. موهای فر بنده رو مشاهده میکنید که امروز میخوام یه صاف کننده براش استفاده کنم و یه موهای شلاقی به دست بیارم بذار چهره‌ام مشخص بشه. مشتری‌ها و دوستانی که اینجا تشریف میارن میدونن که میزان فری موهای من چقدره، هم از نظر تراکم، هم از نظر ضخامت و هم از نظر گرید فر بودن واقعا درجه آخره. یعنی جوریه که من واقعا فکر کنم جز شماره یکای دنیا من نظر فری و حریف میطلبم کسی که موهاش فرتر بیاد اینجا و ما براشون صافی بذاریم. حالا ما میخوایم امروز از یه محصول صاف کننده استفاده کنیم که میتونه جایگزین خوبی برای کراتینه، جایگزین خوبی برای سایر محصولات صافی باشه، دردسرش از اونها کمتره، اتوکشی نداره، موها نمیسوزه و خیلی صافی عالی و دلپذیر به ما میده که 6 ماه دقیقاً برای ما موندگاره و موها به قول معروف شلاقی طور میشه. این محصول ساخت یه شرکت آفریقایی، اسم محصول دارک اند لاولی و گفتم که ساخت کشور آفریقاه، که حالا یه محصول 4 مرحله‌ایه که من آنباکسش میکنم، همه مواردش رو توضیح میدم و نحوه استفادهش هم دقیقاً براتون میذارم و مدل این محصولم الان خودمم که این قبل از موامه، یعنی قبل از صاف کردن موامه و حالا فیلم بعدش هم که براتون میذارم بعد از صاف کردن و دوستانی که دوست داشتن ما این صافی رو در اختیارشون بذاریم و براشون انجام بدیم در خدمتشون هستم. این قبل از صاف کردن موها، این محصول دارک اند لاولی و این هم شما که در خدمتتون خواهیم بود. خب دوستان، من الان این دارک رو میخوام براتون آنباکس کنم و همه توضیحاتش رو براتون بدم. به ترتیب مواد داخلش رو میچینم. مواد شماره 1، مواد شماره 1B، مواد شماره 2، مواد شماره 3 و مواد شماره 4. جعبه خالیه و باهاش کاری نداریم. ما یه ظرف پلاستیکی نیاز داریم که مواد رو داخلش ترکیب کنیم و حتما باید پلاستیکی باشه و غیر فلز که واکنش شیمیایی نداشته باشه. مواد شماره 1 و 1B رو با هم ترکیب میکنیم و داخلش میریزیم و به هم میزنیم تا محلولمون رقیق بشه و یک دست بشه و حالت گوله گوله و توپی نداشته باشه. و بعد کله مانکن رو میاریم برای حالا اینکه دقیق‌تر بتونیم توضیح بدیم. این کله مانکن بعد شروع می‌کنیم موادمون رو استفاده کردن. سر رو به 6 قسمت تقسیم می‌کنیم، موها رو شروع می‌کنیم از پشت سر رو به جلو همه رو مواد می‌زنیم. کل تقسیم بندیامون رو که مواد زدیم همه جا آغشته شد، با یه دونه شونه دندون درشت، مثلا همین شونه تبریا میتونیم استفاده کنیم از اینا. شروع می‌کنیم از جلوی سر رو به پشت کل سر رو به مدت 20 دقیقه شونه کشی میکنیم. 20 دقیقه ما مداوم باید شونه کشی داشته باشیم و این مواد شماره 1 روی سرمونه. 20 دقیقه‌مون که تموم شد ما با 2/3 مواد شماره 2مون، یعنی شامپوی خنثی کنندمون و تا اینجا 2/3 استفاده میکنیم و مقداری تهش نگه می‌داریم و سر رو کامل میشوریم. سر رو کامل میشوریم، مواد شماره 1 کپین میره و دیگه میریم سراغ مواد شماره 3 و این مواد شماره 3 مون که هم به مو جلا میده، رطوبتش رو حفظ میکنه و باعث میشه موهامون در طول این مدت 6 ماه کدر نشه. مواد شماره 3 رو کامل روی سر میریزیم، همه جاش رو آغشته میکنیم و باز با شونه دندون درشت به مدت 5 دقیقه شونه کشی میکنیم رو به عقب که به همه جای مو برسه و به خورد مو بره. کارمون که با مواد شماره 3 تموم شد، با مقدار شامپویی که مونده بود از قبل از شماره 2مون دوباره روی سر میریزیم، کامل شستشو میدیم. مواد شماره 3 هم از روی سر پاک میشه و 70% نم مو رو میگیریم، 30% رطوبت داشته باشه. دوباره این سری مواد شماره 4 رو کامل روی سر میریزیم، همه جای سر رو آغشته میکنیم و دیگه نیازی نیست شستشو بدیم. مواد شماره 4 به مدت 24 ساعت روی سر شما میمونه و بعد از 24 ساعت با آب خالی شستشو میدیم و تموم کارمون. یه صافی یک دست دلپذیر و زیبا و 6 ماه صافی مداوم به صورت شلاقی در اختیار شماست و توی این 6 ماه هم سعی کنید که با شامپو بچه و شامپوهایی که مواد شیمیاییش خیلی پایین‌تر باشه سرتون رو شستشو بدین که کیفیت صافی بالایی داشته باشین. تموم شد. دوستان، ظرفمون آماده است. شروع می‌کنیم به ترکیب کردن مواد. 1A و 1B رو می‌خوایم ترکیب کنیم. این اول 1B قیچیش می‌کنیم. خب 1B مون آماده است.
یه مواد 1A مون هم میخوایم باز کنیم آروم آروم آروم. خب اینم مواد 1A. حالا مواد 1B رو خالی میکنیم توی 1A. کامل باید مخلوط بشن. چون موامون بلنده کل مواد ما میخوایم استفاده کنیم و همه رو با هم ترکیب میکنیم. خب مواد 1A و 1B ترکیب شد و الان داریم کامل هم میزنیم که یک دست بشه. خب بچه ها مواد شماره 1 یعنی 1A و 1B رو ما مخلوط کردیم. ترکیبمون به دست اومد. الان روی موها گذاشتیم و حالا اون 20 دقیقه شونه کشیشو دارم انجام میدم. بعد 20 دقیقه شونه کشی میریم برای شستشو. الان توی مرحله 20 دقیقه شونه کشی. خب حالا مرحله شستشوی مواد اول که از شامپور شماره 2 که همون خنثی کننده و شوینده مواد اولمونه استفاده میکنیم برای شستشوی موهامون. خب دوستان ما مرحله 1 و 2 رو انجام دادیم. الان تقریبا 50% کار رو انجام دادیم. 50%ش مونده که داریم نزدیک میشیم به پایان کار. داریم به صافیمون لحظه به لحظه نزدیکتر میشیم. خب دوستان الان نوبت به استفاده از مواد شماره 3 مون رسید که میخوایم روی موهامون بزنیم و 5 دقیقه ما شونه کشی داشته باشیم رو به عقب و کار مواد شماره 3 مون هم تمومه و میریم برای مواد شماره. اوکی. خب مرحله 4 مواد شماره 4 مونه که درشو باز میکنیم و خالیش میکنیم روی دست ما. اول دست بعد کامل مو رو آغشته میکنیم. اینم پایان کار، سند انجام کار ما و پایان کار با صاف کننده دارک اند لابلی و نتیجه نهایی که مشاهده میکنید موهای بنده.